مراکز کارگری حتی وقتی نماینده هاشون رو انتخاب کردن، تمام کارگرای یه مرکز کارگری رسما تومار جمع کردن، امضا کردن، این رو تحویل اداره کار دادن و گفتن که هیچ کس اجازه نداره کوچکترین تعرضی به نماینده های ما بکنه. تعرض به نماینده های ما یعنی تعرض به کل کارگرایی که توی این مرکز هستن. آیا بس بر سر این، آیا این کافی هستش؟ به نظر من اینها کافی نیستش. باید ما خیلی فراتر از این حرکت بکنیم که امروز به اصطلاح شاهدش هستیم. چطور میشه این تشکل‌ها رو توی محیط کار و زندگیمون ایجاد بکنیم؟ من فکر میکنم که اتفاقا حزب ما در این رابطه خیلی صحبت کردیم، خیلی گفتیم، خیلی نوشتیم و در آستانه اول ماه مه هستیم. قاعدتاً فوکوس خیلی بیشتری در رابطه با این مسئله هسته. من فکر میکنم قبل از هر چیز باید مثل کارگرایی که توی یه سری مراکز دیگه مجامع عمومیشون رو فراخوان دادن، با توجه به وضعیتی که الان طبقه کارگر داره، باید رهبران عملی، کارگران کمونیست، رهبران رادیکال سوسیالیست، اون چهره های محبوب توی محیط کار و زیست سینه سپر کنن، صحبت بکنن و تلاش بکنن که تشکل‌ها رو تو سطح گسترده تری توی تمامی مراکز و محیط کارگری ایجاد بکنن و توی این مجامعی که فراخوانشو میدن، جمع میشن، صحبت میکنن، زندگیشون رو توضیح بدن. گاهن همه چیز نمیتونه صرفاً با شعار پیش بره. کارگرها باید واقعیت‌های زندگی خودشونو، من کارگر کمونیست وقتی تو اون محیط کار هستم و میخوام اعتراض بکنم، قبل از اینکه بگم فقر چیه، گرسنگی چیه، حکومت اسلامی چیه، چی به من تحمیل شده، زندگی خودم رو میذارم جلوی کارگرایی که دارم باهاشون صحبت میکنم. میگم من به عنوان مادری که تنها هستم، صبح تا شب کار میکنم، اونقدر حقوقم نیستش که بتونم زندگی فرزندم رو تأمین بکنم. من به عنوان اون کارگری که تو اون جامعه زندگی میکنم، 12 ساعت جون میکنم و آخرش حقوقم رو نمیدن، بعد میگم مجبور میشم برم قرض بکنم. قرض از چه کسی میخوام بکنم؟ از کسی که وضعیتش از من بدتره؟ از پدر نانآوری که میگه میدونم سرنوشت بچم چیه، مجبور شده ترک تحصیل بکنه، مجبور شده بره کار بکنه و برای فراموش کردن کل این مصیبت ها رو آورده به اعتیاد. من اینها رو جلو چشم اون کارگر میگیرم که خودش باش رو بروه. این وظیفه تاریخی هستش که امروز بر دوش هر کارگر آگاه هست که این وضعیت رو در مقابل همه قرار بده و اون موقع است که همه به جای قایم کردن مشکلاتشون که چقدر وام آوردن، بانک چطوری بهشون فشار آورده در حالی که دستمزدهاشون پرداخت نمیشه، چطوری صابخونه وسایلای خونهشون رو انداخته توی خیابون و الان زیر یه پل داره زندگی میکنه، چطور مجبور شده دخترشو بفرسته خونه اشراف زادگان که کلفتی بکنه. باید این واقعیتی که تحمیل شده به بخش بزرگی از مردم ایران و به خصوص تا طبقه کارگر داره زیر این در واقع بار سنگین پشتش هر روز بیشتر خم میشه، قامتش رو راست نگه داره. این باعث میشه که کارگر اگه امروز میاد و این حرفا رو میشنوه با علاقه بیشتری بگه جلسه بعدی من کیه، کی میام میتونم حرفامو بزنم، کی میتونم برم جلوی استانداری و فرمانداری بگم شماها که میلیاردها و میلیونها دلار دارید به جیب میزنید، زندگیتونو نه تنها توی ایران، توی خارج کشورم تأمین کردی برای فردای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، سهم من از این زندگی این نیستش. اون موقع از کارگر آگاهتر به اون وضعیتی که بهش تحمیل کردن حاضر میشه که تو مجمع عمومیش باشه. کارگری که امنیت شغلی نداره،
باید این رو روشن کرد که وقتی امنیت شغلی نداری یعنی چه؟ یعنی اینکه مجبور میشه به نیرو در واقع حقوق کمتری راضی بشی کار بکنی. و وقتی این رو توضیح میدی به تو جمع کارگرها، اون موقع کارگری حاضر نمیشه با حقوق کمتر کار بکنه. اون موقع کارگر حاضر نمیشه به خاطر وعده قرارداد مستقیم اونجا حاضر نشه. اون موقع کارگر رسمی به خاطر اینکه بیمه بازنشستگیشو تأمین بکنه نمیگه نسل جوان باید امروز میدان داره این مبارزه باشن. اون موقع کارگرها میدونن که نسل جوان، نسل پیر، زن، مرد تو اون جامعه یه وظیفه پیش رویشون هستش که اونم تغییر شرایط برای اینکه زندگی انسانی رو در واقع داشته باشن. برای این مبارزه میکنن. جمهوری اسلامی راحت نمیتونه سرکوب بکنه، میتونه زهر چشم بگیره، میتونه شهابی رو بگیره، میتونه فرجی و قادری و حسینی ها رو بگیره تو زندان بندازه، ولی نمیتونه کل طبقه کارگر رو توی یه زندان در واقع زندانیشون بکنه. میتونه این زهر چشم ها رو بگیره و این دوره‌ای هستش که اتفاقا در مقابل این تعرضات باید جواب محکم بگیره جمهوری اسلامی و سرانه. سرمایه داری باید بدونه که طبقه کارگر نمیتونه فعالینش رو توی زندان بندازه و تنها با این تعرض همه جانبه آشکار روشن رسانه‌ای کردن در واقع میتونیم عقب نشینی بزرگی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنیم و بتونیم فعالین کارگری که امروز توی سیاهچال‌های جمهوری اسلامی هستن آزاد بکنیم. تشکل اون در واقع میگم ابزاری هستش که ما مثل طبقه داریم و با این ابزارمون میتونیم کارگر زندانی رو آزاد کنیم. با این ابزار میتونیم افزایش دستمزد رو تحمیل بکنیم. با این ابزار میتونیم ساعت کار رو کاهش بدیم و بگیم وقتی که تورم نبود، وقتی که سود بیش از حد بود، آیا اون کارگری که توی ایران بود از زندگی بهتری برخوردار بود؟ آیا اون موقع قرارداد رسمی داشت؟ اون موقع هم که سود به جیب میزدن میلیارد و نه بحران اقتصادی بود و نه تحریم اقتصادی بود و نه حذف سوبسیدها بود و نه نرخ تورم تا 41% رفته بود، کارگر توی ایران همین وضعیت رو بهش تحمیل کرده بودن و برای اینکه از این وضعیت خارج شد هیچ راه برون رفتی برای ما نیستش به جز اینکه ما بتونیم به اراده جمعی خودمون متکی باشیم. اراده جمعی ما مثل طبقه کجا به نمایش گذاشته میشه؟ توی مجامع عمومی مونه و ما باید هر چه سریعتر تلاش بکنیم که این مجامع عمومی رو برپا کنیم. میگم تو مراکزی این مجامع عمومی برپاست، تو جاهایی داره روتینی برگزار میشه، ولی این کافی نیستش. بخشا ما شاهدیم که این مجامع عمومی یه جورایی حتی نیمه مخفی نیمه علنی هستش. اتفاقا مجامع عمومی مجمع کارگرها هستش. با یه پاسخ در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل کارفرما سرمایه‌داری باید گفت چطور مجامع عمومی کارفرمایان ایجاد میشه، حقوق من رو شما حداقل دستمزدم رو تعیین میکنی، من کارگر باید محروم باشم از مجامع عمومی. باید این صدا رو بلند کرد و این صدا رو به گوش سایر هم طبقه ها توی همه جای ایران رسون. اگه ما این کار رو بکنیم من فکر میکنم بخشاً وظیفه حزب ما اون صدایی هستیم که میتونیم صدای طبقه کارگر رو تو گوش و کنار ایران به گوش همدیگه برسونیم. ما هم بتونیم این ابزار رو به دست بگیریم و در واقع برای ایجاد پیوند هرچی گسترده تری میان این مراکز تلاش کنیم. ما با اول ماه مه روبرو هستیم. اول ماه مه همیشه با مبارزات طبقه کارگر و با مراسم‌های طبقه کارگر تداعی می شده و همیشه طبقه کارگر به استقبال اول ماه مه می رفته. واقعیت کنونی، شما تو صحبتاتون اشاره کردید، واقعیت کنونی مبارزه طبقه کارگر الان در
جامعه ایران به این شکله که ما با مبارزات پراکنده طبقه کارگر روبرو هستیم. در آستانه اول ماه مه طبقه کارگر چجوری میتونه خودش رو آماده بکنه برای مراسم‌های بزرگ و چجوری میتونه مراسم‌های بزرگ اول ماه مه رو سازمان بده؟ روز جهانی کارگر روزی هستش که تو سراسر دنیا تعطیل هستش. یعنی اولین اقدام و حرکت همین هستش که از همین امروز اعلام بکنن تمامی مراکز کارگری و تمامی مردم توی ایران بگن روز کارگر روز تعطیل است، این روز روز ماست، این روز ما به خیابان‌ها خواهیم اومد. اگه یعنی باش استارت این حرکت و شروع و سوت این روز که روز تعطیل است به سر کارها نخواهیم رفت و این روز رو در خیابونها در واقع با مارش‌های خودمون و با کیفرخواست خودمون علیه نظام سرمایه‌داری و برای رسیدن به خواستهامون به میدان میایم، من فکر میکنم اولین قدمه که برای اول ماه مه برداشتیم. روز اول ماه مه روزی هستش که توی تمام دنیا کارگرها به میدان میان و نماینده کارگرها در واقع نماینده خواست طبقهشون میان صحبت میکنن و تلاش میکنن که شرایط بهتری رو فراهم بکنن و خواستهاشون رو به دولت، به کارفرما تحمیل بکنن. حداقل توی این دهه وقتی که نگاه میکنیم دیگه مراسم های روز جهانی کارگر مراسم رقص و پایکوبی نبوده. با بحران هایی که سرمایه داری با اون روبرو بوده، هر روز تعرضی بیشتری به سطح معیشت طبقه کارگر آغاز شده. اول ماهای مه روز جهانی کارگر توی این کشورها روز در واقع کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری بوده و این به درجات بیشتری وقتی در واقع وضعیتی که توی ایران هست نگاه میکنیم، اقتصادی که اونجا هستش، وضعیت اجتماعی که مردم دارن، نبودن آزادی هایی که اونجا هستش، اختناق و سرکوبی که اونجا هستش، یک در واقع حرکت میتونه پایانی بده به این فضای اختناقی که ایجاد کردن. خیلی تلاش میکنن و جمهوری اسلامی تلاش کرده که این روز رو تعطیل رسمی نکنه و این طبقه کارگر با اون نیروی عظیم اجتماعی به میدان بیاد. جمهوری اسلامی و 4 انگل مزدور چاقوکشش نمیتونن کل این طبقه رو، کل جامعه ایران رو مرعوب بکنن. روز جهانی کارگر باید از همین الان کارگرها اعلام کنن روز تعطیل است و ما این روز رو به میدان خواهیم اومد، به خیابونها خواهیم اومد. کما اینکه زمزمه های من خودم شنیدم که گویا توی خیلی از مراکز اعلام کردن که وسیع‌ترین اکسیون رو ما توی تهران برگزار خواهیم کرد و اونجا میایم خواستهامون رو مطرح میکنیم. من فکر میکنم اگه یه همچین برنامه‌ای در دستور خیلی از مراکز کارگری، به خصوص مراکز معادن، ذوب آهن، پتروشیمی ها، کارگران نیروگاه های برق، کارگران نفت، گاز و غیره در دستور داشته باشن، این هستش که تو اکثر شهرها باید کارگرها در مقابل مراکز دولتی و توی خیابونها بیان و با پرچم‌های خودشون، قطعنامه‌های خودشون خواستشون رو نه تنها به نظام هار اسلامی که پاسخگو نیستش، بلکه به دنیا اعلام بکنن که سرنوشت و زندگی که به اونها تحمیل شده نه فرهنگشونه، نه سنتشونه، نه میتونن این رو تحمل بکنن و در عین حال شکست مذبوحانه‌ای رو به جمهوری اسلامی دادن و این نمایش قدرت
اعتماد به نفس های از دست رفته رو دوباره در واقع همه به دست خواهند آورد. وقتی که مارشای یه سنندج رو نگاه میکنید با سرود انترناسیونال، با پلاکارت کارگران جهان متحد شوید به میدان میاد، هر کسی که این رو میبینه، هر کارگری که این رو میبینه، هر انسان آزادی خواه و برابری طلب فقط همین پلاکارت رو میبینه به وجد میاد و ما میتونیم این رو در ابعاد خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر توی تمامی شهرهای ایران در آستانه اول ماه مه هستیم به استقبالش بریم، سازماندهیش بکنیم و از همین امروز تلاش بکنیم که در واقع این نمایش قدرت رو در مقابل حکومت سرمایه‌داری سازمان بدیم و نشون بدیم که قدرت ما کجاست. نسرین رمضان علی، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، به امید برگزاری مراسم‌های بزرگ و قدرتمند اول ماه مه. منم صمیمانه از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتی و امیدوارم بتونیم که اول ماه مه های با شکوهی رو در تمام دنیا و به خصوص در خیابون‌های تهران، شیراز، اصفهان، ماهشهر، سنندج، مهاباد، سقز و سایر شهرهای ایران شاهد باشیم.